لحظه‌ها برای ما لحظه‌های فراموش نشدنی و مقدسند. سرنوشت عمر تقدیر این نورسان را که یتیم مانده و بی‌پرستارند به رغم ناامیدی‌هایشان به سوی دیگر برده و گرد و غبار یتیمی را از رخساره و چهره‌های مایوس و ناامید گشته‌شان با آب رحمت و دست شفقت پاک نموده دنیای آنها را رنگین و پر از شادی و نشاط گردانده است. این زمان ما در مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر استراوشن ولایت سیستان قرار داریم. سعادت یار و طالع مددگارشان گردیده است و امروز در آغوش مهربان و مهرپرور وطن آسوده و آرامند. حرف شکرانه به لب دارند. شکرانه از سرور رعیت پرور و یتیم پرست و پشتیبان خویش میکنند. یک نفر برای جامعه پیشرفت جامعه تا خوانش مبلغ کتاب ها روچکا دفتر تو همینش تامین میکنه. خیلی خرسندم. آنها همه اعضای یک عائله‌اند. شما یتیم نیستید، شما پدر و مادر دارید. پدر و مادر شما داور دارد. ما شما را تربیت می‌کنیم، نگاه و بین می‌کنیم. فیلم مستند دست شفقت از فعالیت مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر استراوشن روزهای نزدیک از تلویزیون علم و طبیعت.